میخوایم با هم مدیتیشن کودک درون رو انجام بدیم برای شفای کودک درونمون. چرا انجام دادن این مدیتیشن مهمه؟ به خاطر آسیب‌ها و تروماهایی که ما در کودکی از سر گذروندیم و باعث شده الان در بزرگسالی خصوصیت‌هایی داشته باشیم که فکر می‌کنیم بخشی از شخصیت ماست، ولی در واقع اینطور نیست. اونا عکس‌العمل‌های ما هستن به خاطر اون آسیب‌هایی که ما دیدیم. من اینجا نمیخوام زیاد به این موضوع بپردازم، فقط میخوام بیشتر روی مدیتیشن تمرکز کنم، ولی فقط براتون چند تا مثال میزنم. مثلا کسی که زیاد حرف میزنه یا تو حرف بقیه میپره، شاید شما فکر کنید که خب فقط عجول هستین و یا کم طاقتین، حوصله ندارید دیگران براتون خیلی توضیح بدن، در صورتی که اینطور نیست. در واقعیت شما گذشته‌ای داشتین در بچگی که شنیده نشدین، بهتون اجازه داده نشده که به اندازه کافی خودتون رو ابراز کنید، و یا شما در جای بزرگ شدین که خشم بوده، ناامنی بوده، پدر و مادرتون در معرض طلاق قرار داشتن یا با هم دعوا و خشونت داشتن و الان خیلی پرخاشگر هستید، صبوری ندارید، سر هر چیز کوچیکی ممکنه داد بزنید و این داد زدن هیچ تناسبی با اون اندازه اتفاقی که داره میافته، اون خشمی که دارید نداره. و اینها همه به اون ریشه های کودکی ما برمیگرده. این که به همین راحتی بگیم ما یه آدم عصبیه، نه، اینطوری نیست. همه میتونن درمان بشن به شرطی که از راه درست اقدام کنن. حالا برای این مثال‌های این موضوع خیلی زیاده و این مدیتیشنی که داریم انجام میدیم میتونه روی خشم شما، وابستگی شما، وابستگی بیش از اندازه شما، مهرطلبی شما و صفاتی از این قبیل کار کنه و واقعا مؤثره. حالا در جایی راحت و آرام بشینید، چند نفس عمیق بکشید. تصور کنید شما در جایی هستید که خورشید بالای سر شما قرار گرفته. نور خورشید که به سمت شما میاد و میتونید احساس کنید، انگار یک ستون نوری بین شما و خورشید وجود داره. یعنی نور خورشید از بالا و مثل یک ستون به سر شما و بدن شما وارد میشه و شما داخل اون ستون نوری هستید. حالا خودتون رو ببینید که در این نور کاملا روشن هستید. تمام اجزای بدنتون این نور از سرتون وارد شده، تمام گردنتون، شونه هاتون، تمام قلبتون، سینه هاتون، پشتتون، ستون فقراتتون. این نور همین جور به سمت پایین، به سمت پاهاتون حرکت میکنه تا از کف پاهاتون خارج میشه و به مرکز زمین میرسه. الان ما یک ستون نور از خورشید تا مرکز زمین رو داریم که شما در اون وسط قرار گرفتید، روی پوسته زمین قرار گرفتید و کاملا نورانی هستید. حالا توجهتون رو به قلب بیارید. قلبتون رو نورانی ببینید. تصور کنید که دارید در یک دالان، یک تونل راه میرید. این تونل به یک اتاق زیرزمینی وصله. همینجور که دارید راه میرید میبینید در مقابلتون یک در وجود داره. در رو باز میکنید و وارد اتاق میشید. این اتاق چه جوریه؟ چه حسی بهتون میده؟ آیا به هم ریخته است؟ آیا مرتبه؟ آیا تاریکه؟ به اطراف نگاه کنید. چه چیزی رو به یاد شما میاره؟
وقتی به اطراف نگاه میکنید میبینید یک کودک اونجا نشسته. صورت این کودک رو خوب نمیبینید، دور هستید به این کودک، ولی میدونید که یک کودک اونجا نشسته. وقتی کودک صدای در رو میشنوه سرشو بالا میکنه و نگاه میکنه به شما. چه چیزی در این کودک میبینید؟ آیا ترسیده؟ آیا شاده؟ آیا غمگینه؟ چه حس و حالی رو به شما منتقل میکنه این کودک؟ لحظه اونجا مکث کنید و به چشمای این کودک نگاه کنید. متوجه میشید که این کودک همون کودکی شماست. همون دختر یا پسریه که در سنین کودکی شما مونده. یک کم با احتیاط نزدیک بشید. خیلی با احتیاط. این کودک رو مثل یک در گرانبهایی ببینید که نباید بهش آسیبی برسه. بنابراین خیلی با احتیاط، بدون اینکه بترسونید، نگرانش کنید، خشمگینش کنید، بهش کمی نزدیکتر بشید. خودتون رو معرفی کنید اینجا. بگید کی هستی. ازش اجازه بخواین که بهش نزدیکتر بشید کمی. در مقابلش بشینید. از حال و روزش بپرسید. ازش بپرسید که اگه ناراحته برای چی ناراحته؟ اگه خشمگینه، اگه گریه میکنه، اگه خوشحاله، برای چیه؟ اجازه بدید براتون از حالش تعریف کنه. این کودک مدتها تنها مونده. مدتها کسی بهش رسیدگی نکرده، حال دلشو نپرسیده و حالا نیاز داره که با شما صحبت کنه. ازش بخواین براتون بگه از چه چیزی، چه خاطره‌ای بیشتر از همه ناراحته. وقتی که اون خاطره رو به شما گفت، یادآوری کرد، بهش بگید من خیلی متاسفم که نتونستم اونجور که باید در کنارت باشم و ازت مراقبت کنم. من رو ببخش که برای مدت‌های طولانی تو رو تنها گذاشتم. من رو ببخش که در جایی که باید می اومدم و از تو مراقبت می کردم و از تو دفاع می کردم مشغول خودم بودم و متوجه نبودم که مراقبت از تو مهمتره. ولی من حالا اینجا هستم و بهت قول میدم که همواره در کنارت خواهم بود و هر چیزی هم که پیش بیاد باز هم من از تو مراقبت میکنم، از تو دفاع میکنم و به تو امنیت میدم. حالا از اون کودک بخواین آیا اجازه میده که شما او رو در آغوش بگیرید؟ اگر اینطوره برید جلو و به آرامی کودک رو در آغوش بگیرید. وقتی کودک رو در آغوش میگیرید، اون نوری که شما از خورشید مرکزی داشتید و کاملا شما رو پوشونده بود به این بچه منتقل میشه در آغوشتون و این بچه با شما یکی میشه و نورانی میشه. احساس رضایت و امنیت رو در هر دوی شما احساس کنید، هم در اون بچه و هم در خودت.
حالا از اون بچه بخواین دوست داره چه کاری انجام بده. دوست داره بازی کنه، دوست داره بشینه با شما حرف بزنه. همون کار رو انجام بدید. آیا چیزی هست، عروسکی، اسباب بازی، جایی که دلش میخواسته تو بچگی بره و همیشه آرزوشو داشته ولی هیچ وقت نتونسته داشته باشه؟ اون رو بهش بدید، باهاش بازی کنید. بهش احساس امنیت بدید، احساس شنیده شدن و دیده شدن. با تمام وجود با این بچه باشید. حالا به این بچه بگید آیا دوست داری با هم دیگه بیایم بریم و خونه منو ببینیم؟ خونه‌ای که من امروز دارم رو. اگه به شما اجازه داد، اگه آمادگی این کار رو داشت، با خودتون از اون دالان، از اون اتاق بیارینش بیرون. از اون ستون نوری که ایجاد شده بود بین خورشید و شما ردش کنید و یک بار دیگه خودتون و اون بچه رو ببینید که در دست هم دارید و در اون ستون نور هستید و نورانی هستید. و حالا وارد خونه‌ای که امروز درش زندگی می‌کنید بشید. اطراف خونه رو بهش نشون بدید، اتاقای خونه رو بهش نشون بدید. حالا در مقابل یک آینه بایستید و کودک رو در مقابل خودتون قرار بدید و بهش بگید نگاه کن، من الان بزرگ شدم و الان دیگه توانایی اینو دارم که برای همیشه از تو مراقبت کنم و تو در امنیت و شاد باشی. دیگه هیچ احساس خطری وجود نداره. هیچ کسی نمیتونه تو رو طرد کنه، چون تو در نور و عشق الهی هستی و من عاشقانه تو رو دوست دارم. به خودتون و به بچه و به نوری که در آینه هست نگاه کنید و از این لحظه لذت ببرید. حالا میتونید چشمانتون رو باز کنید و از مدیتیشن خارج بشید.